یک سازمان آمریکایی به حکومت ایالات متحده توصیه داده است که به ضد آن منصبداران کمیته دولتی امنیت ملی و مقام‌های دیگر در تاجیکستان که مسئول نقض جدی آزادی‌های دینی هستند تحریم‌های هدفمند یا مقصدناک جاری کند. درخواست کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی در گزارش سالانه‌اش درج شده است. این گزارش را همکار ما کیومرث عطا خواند و با ما در استودیو است. کیومرث، خلاصه این گزارش چی هست؟ عبدالمومن، کمیسیون آمریکایی در عموم وضع آزادی‌های دینی را در سال 2024 در تاجیکستان بسیار بد ارزیابی کرده است. به نگاشته مؤلفان، حکومت در این سال قانون‌های سختگیرانه را جاری کرد و نظارت را بر همه گروه‌ها پرزور نمود، از جمله مسلمانان شیعه اسماعیلی. مؤلفان از اصلاح قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نیز یاد آوردند که آوردن و فروش و تبلیغ و پوشیدن لباس‌های به اصطلاح بیگانه را منع کرد. مقامات هرچند شرح لباس بیگانه را در تاجیکستان نگفتند، در لحظه‌های اولی تطبیق قانون اساساً حجاب و نقاب و لباس‌های مذهبی سیاه را هدف قرار داده بودند. هنوز واکنش مقامات به ارزیابی سازمان آمریکایی معلوم نیست عبدالمومن، ولی رئیس کمیته دین همگی چند ماه پیش در شهر دوشنبه گفته بود که در قانونگذاری‌های تاجیکستان یک چنین محدودیت وجود ندارد و آن را بیشتر ترتیبات داخلی هر تشکیلات و اداره نامیده بود. کیومرث، در گزارش بجز از تصویر عمومی در تاجیکستان آیا توصیه و طلب‌های هم صدا داده است یا نه؟ بله، کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی بر اساس تحلیل وضع در سال 2024 این دفعه نیز تاجیکستان را در روی خط کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است. این گروه امسال از 16 کشور عبارت است و از افغانستان و ایران و چین تا کوبا و کره شمالی و روسیه و پاکستان و عربستان و ترکمنستان را در بر می‌گیرد. کمیسیون همچنین تاجیکستان را در قطار کشورهای به مثل روسیه و چین و بلاروس و ترکیه جای داده است که به ادعای مؤلفان از خدمات اینترپول یا پلیس بین المللی سوء استفاده می‌کنند. مؤلفان توصیه کردند که بررسی وضع آزادی‌های دینی در گفت و شنیدهای آینده 35 جمع یک یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و ایالات متحده داخل کرده شود. همکاری نظامی با تاجیکستان در عوض اصلاح قانون دین و قانونگذاری‌های مربوط به آن از خواست‌ها یا که طلب‌های دیگری آنها است. مؤلفان بستن دارایی و یا منع ورود منصبداران تاجیک را به ایالات متحده آمریکا نیز پیشنهاد کردند. تشکر کیومرث. بینندگان ارجمند، تفصیلات گزارش سالانه کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی را در سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید.